سلام دوستان خوبم، خسته نباشید، وقتتون بخیر. اینو بارها و بارها عرض کردم خدمتون و متاسفانه امروز اتفاقی افتاد که بسیار تأسف خوردم و خواستم اینو تکرار کنم. عزیزان، درسته دارای احساسات هستیم و اگر نوزادی یا فرزند خردسالی از اقوامو میبینین دوست داریم باهاش روبوسی کنیم، ولی میدونید بعضی وقتا این روبوسی ها به چه سرانجامی ختم میشه؟ میدونید چه اتفاقی برای اون نوزاد یا اون کودک خردسال میفته و با چه بیماری هایی روبرو خواهد شد؟ شما که نمیدونید الان داره چه ویروسی هستید، بدن شما مقاومه و نمیدونید، شاید دارین با یک ویروس نهفته داخل بدنتون مبارزه میکنید و میدونستید با روبوسی کردن این بیماری منتقل میشه. عاجزانه ازتون خواهش میکنم از طریق این کلیپ از بوسیدن صورت خردسال نوزادان به شدت خودداری کنید. میخوایم کودک رو ببوسید، سر کودک، دست کودک، با اجازه از پدر مادر ببوسید. به هیچ عنوان صورت نوزاد یا کودک خردسال رو نبوسید. خواهش میکنم ازتون این کار رو برای همیشه کنار بذارید. ارادتمند شما، شبتون خوش.